آتش‌بس در غزه خواسته کارگران آمریکایی است. این را شمار زیادی از کارگران و اعضای اتحادیه‌های مختلف کارگری آمریکا در خیابان‌های نیویورک در دست‌نوشته‌ها و شعارهایشان نوشتند و فریاد زدند. در حاشیه این تظاهرات البته تجمعی از حامیان رژیم صهیونیستی هم سازماندهی شده بود. این زن آمریکایی در حالی که کودکش را در آغوش گرفته و چفیه فلسطینی بر گردن انداخته، بر سر این زن و مرد طرفدار رژیم صهیونیستی این گونه فریاد می‌زند: 10,000 کودک را اسرائیل به قتل رسانده، 10,000 کودک را کشته. خجالت بکشید، شرم کنید. تظاهر کنندگان نیویورکی در شعارهایشان خواستار توقف حمایت مالی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام فوری دولت کشورشان برای جلوگیری از قتل عام مردم بی‌دفاع غزه شدند. اول باید بگویم که ما مخالف اسرائیل هستیم. چه کسانی اسرائیل را پایه‌گذاری کردند؟ من به شما جواب میدهم: افراد بیدین و سکولار که بعداً صهیونیسم را به عنوان دین معرفی کردند. هزاران و بلکه میلیون‌ها یهودی مثل من در سراسر دنیا هستند که با اسرائیل و کارهایش مخالف هستند. من یک یهودی هستم و از نفوذ صهیونیسم در آمریکا که اجازه نمی‌دهد جلوی قتل عام کردنش را بگیرن شگفت زده شدم. صهیونیسم یک وسیله ساخته شده بر اساس استعمار و نژاد پرستی است که نسل کشی می‌کند و به همه یهودیان در سراسر دنیا هم ضربه می‌زند. کاری که امروز اسرائیل در غزه می‌کند نسل کشی است و وقتی که می‌بینم آمریکا تنها کشوری است که قطعنامه آتش‌بس را وتو می‌کند و به نام من آمریکایی شبانه روز مردم غزه را بمباران می‌کند، احساس شرم و نفرت می‌کنم. این تظاهرات در اعتراض به تکرار وتوها و ممانعت دولت آمریکا از تصویب هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری در غزه می‌شود برپا شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.